بده. مامان اسمشون بابا محسن محمدی، اسم منم درساست، اسم مامانم خدیجه رنجبر. درسا جون از کدوم شهر اومدی؟ ما از تهران. چند بار تا حالا اومدی مشهد؟ یه بار. درسا یه سوال ازت بپرسم؟ مامانو تو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ باباتو؟ برای چی؟ مثلا معلم کتابخونه خرید. بعد راحت میتونی با مامان و بابات ارتباط بگیری؟ آره. بچه‌ای که دارن الان فیلم رو نگاه میکنن؟ درست آقا خیلی خوشحال شدیم که شما مهمون هتل الماس نوین هستید. انشالله خدا شما رو برای خانوادت حفظ کنه. کاری نداری؟ یه بوس بفرست برداشت بشن. مامان بابا رو هم بوس کن. بابا بای بای کنید ستایی. آفرین. خدافظ.